bir kurtum, qurt dadan. Bir qırtım, qırt qırağından, çörəkdən, qırt, bir qırtım ver mənə. Qırt, xırt, xord, xordoriz, خوردن، قورت دادن، خوردن، آشامیدن، aşırmak، آشامیدن، aşırmak، نوشیدن، içmek، iş، نوش، چک و لغتی. چطور زبانی میتونه مستقل باشه؟ میتونه زبانی کهن باشه که خوردن و آشامیدن نداره؟ چطور میشه؟ عزیزان، ما در منطقه اگر به یک شکل اتحاد خیلی بزرگ که پتانسیل قدیمی ما، تاریخ واقعی ما اون رو نشون میده، حرکت نکنیم، به شکل مستعمره نابود میشیم. دری زبان ها بخشی از ملت ترک هستن و اینجا فقط ملت ترکه که این قابلیت رو داره که در تاریخ خودش رو همیشه نشون داده که تمام ملل رو جمع بکنه. و ما اگر مثلا مثل چین نباشیم یا مثل ساکسون ها نباشیم، در این دنیا مستعمره میمونیم و همیشه فقیر، نابود میشیم. پس برگردیم به اصلمون. شما بخشی از ملت ترکین.